سلام. برای نصب زگام اول جا رو باید جارو بکشی تمیز کنی، بعد اندازه‌ای که لازم داری رو میبری. بعد حرارت میدی. کپسولمون هم آخراشه، برامون کم شولش کمه ولی جواب میده. دو تا سوراخ توی زگام واسه جا لوله برقه. اون لوله های برقه که رد کنیم دوباره اون سوراخ ها رو جدا یه تیکه نصب میکنیم، چون دو تا خرطومی اونجا میبینی جای برقه. خب اندازه کافی. بعد نصفش میکنیم، میکشیم قشنگ. باز این ور باز گرم میکنین، همین حرکت این ورش میزنین، نصف اون ور که گرم شد نصف این ور.